با سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میلاد کمباری هستم. به یکی دیگه از آموزش‌های 3D Max خوش اومدید. تو این قسمت میخوام یک اسکریپتی رو بهتون یاد بدم و بهتون معرفی کنم که ما بدون نیاز به اینکه نیاز باشه که فایل‌های مکسمون رو باز کنیم و حتی موتور رندر هامون رو تعریف کنیم، خود این اسکریپت فایل‌های مکس رو باز میکنه، رندر میگیره، میبنده و میره فایل‌های بعدی. در واقع بچ رندری برای ما میگیره که دیگه نیاز نیست ما فایل هاشو باز کنیم، تمام این کارها رو خودش انجام میده. تا الان تمام بچ رندرهایی که داشتیم، مخصوصا اون بچ رندری که توی خود 3D Max هستش، همگی بچ رندرهایی بودن که باید فایل مکس باز باشه، دوربین هاشو مشخص کنیم و دوربین به دوربین خودش رندر بگیره. اما یه زمانی ما چند تا پروژه داریم یا یک پروژه‌ای داریم که چند تا دوربین داره، مثلا 2 تا 3 تا دوربین داره و چون پروژه سنگینیه، مثلا یه دوربین توی اتاقه، پس یک فایلی رو داریم برای اتاق خوابمون. یه دوربین توی آشپزخونه است، پس یک فایلی داریم برای آشپزخونه‌مون. اما همه دوربینا داخل یک فضا نیست و فایل های مکسمون جدا جداست که دلیل اصلی سنگین بودن فایل ها و یا اینکه ما به خاطر اینکه حجم پروژه بزرگه نمیتونیم روی سیستم هامون بذاریمش و ممکنه سیستم هاتون یه مقدار ضعیف‌تر باشه و توانایی این قضیه رو نداشته باشه. خب خیلی پیش میاد این اتفاق که هر دوربین توی یک فایل مکس باشه. توی حالت عادی ما مجبوریم دوربین به دوربین باکس باز کنیم، رندر بگیریم، ببندیم، بعد بریم دوربین بعدی. مثلا زمانهایی که ما پشت سیستم نیستیم، خب این داستان پیدا میکنه، مجبوریم مثلا 2 تا مکس همزمان باز باشه و رندر بگیره که خود این قضیه باعث میشه که عموما فایل هاتون از عموما 3D Max تون بسته بشه، چون حجم خیلی زیادی رو همزمان داره با هم رندر میگیره. اما توی این تکنیک دیگه نیاز نیست همچین کاری کنید. قبل از اینکه من نحوه نصب این اسکریپت رو بگم، باید چند تا مورد در مورد اسکریپت بگم. اونم اینه که ما باید فایل های مکسمون آماده باشه، یعنی همه کارهاشو انجام داده باشیم، دوربینش رو تعیین که گذاشته باشیم، تنظیمات رندرش هم انجام داده باشیم و همه این کارها رو انجام بدیم، بعدن بریم سراغ بچ رندر. دقیقاً همون اتفاقی که توی بچ رندر عادی میفته. اینجا رو ببینید، من به طور مثال بذارید اینجا 2 تا فایل درست کردم، یه فایل به نام کرونا، یه فایل به نام ویره. یعنی حتی موتور رندرهاشون نه تنها دوربین هاشون متفاوته، موتور رندرهاشون هم متفاوته. من فایل مکس رو باز میکنم. خب توی فایل مکس کرونا من تمام تنظیمات انجام شده. وقتی که میگم تمام تنظیمات، یعنی دوربین چه تنظیمات رندر. توی بحث تنظیمات رندر حتما بیاید محدودیت زمانی یا پس لیمیت یا نویز لول لیمیت رو حتما تعریف کنید که تعریف بر یک محدودیتی برای زمانش قائل بشیم که به یک جایی که رسید خب این تموم بشه و دوربین بعدی باز بشه. به هیچ عنوان اینو رها نکنید حالت عادی، چون باید یک محدودیتی براش تعریف کنید. پس یا تایم لیمیت باشه، یا پس لیمیت باشه، یا نویز لول لیمیت. مورد بعدیش حتما بیاید و سیو اتومات رو روشن کنید. سیو اتومات رو روشن کنید و یک مسیر بهش بدید که زمانی که رندرتون تمام میشه بدون کجا باید این رندر سیو بشه. بنابراین هر فایل مکس که باز میشه بر اساس اطلاعاتی که توی اون فایل مکس قرار داره شروع میکنه رندر گرفتن. مثلا توی کرونا شما بیاید هایلایت کامپرس یا اکسپوژر ها رو تنظیم کنید. همینطور توی ویره هم باید همین کارها رو انجام بدید. پس تمام تنظیمات رو که انجام دادید و آماده رندر شد سیو کنید و بریم برای بچ رندر. حالا من برای ویره هم بگم، بذارید تا اینو ببندم. فایل ویره هم باز میکنم. ویره هم مثل کرونا باید مسیر سیو عکستون رو مشخص کنید. اگر لازم هست محدودیت زمانی یا محدودیت پس لیمیت هاتون رو واسهش تعریف کنید. من اینجا خب محدودیت زمانی ما چون حالت پروگرسیو گذاشتم 1/10، یعنی 10 ثانیه. ممکنه شما روی حالت باکت باشه. خب حالت باکت دیگه نیاز نیست
محدودیتی براش تعریف کنیم. خودش رندرش که تموم شد میره دوربین بعدی. ولی اینجا من روی پروگرسیو میذارم و زمانش هم میذارم 10 ثانیه. حالا فایل مکسمون رو کامل میبندیم. فایل مکس کامل بسته باشه. حالا نحوه نصب اسکریپت رو اینطوری درگ کنید بندازیدش توی 3D مکستون. بعد از قسمت کاستومایز یوزر اینترفیس، از بخش تول بارز، بخش کاتگوری اسپلاین داینامیکس، کویک بچ رندر رو بعد از اینکه دکمه نیو زدین و یک اسمی براش مشخص کردید، مثلا کویک بچ، این رو درگ کنید بندازیش و به اون مثل یک دکمه واسش تعریف کنید. حالا اینو میتونید بذاریدش این گوشه بالا. خب من دارمش اینجا، بذارید من اون رو هم پاک میکنم. خب اینا بعد از که 3D Max هم ریستارت میشه اینا پاک میشن، این اضافه هایی که اینجا هستش پاک میشه. فقط من اینجا کافیه کویک بچ رندر رو بزنم، پیک فایل رو میزنم، فایل اول، دوباره پیک فایل دوم، تیک ایگنور وارنینگ رو بزنید، تمام ارورهایی که میده خودش رد میکنه، رندر رزولوشنش هم 100% بذارید و دکمه رندر فایل رو بزنید. دکمه رندر فایل که میزنید شروع میکنه به ترتیب از فایل اول. الان از کرونا شروع کرد، ما تایم لیمیتمون رو 10 ثانیه گذاشته بودیم. پس 10 ثانیه‌اش که تموم میشه سیو میگیره، میره فایل مکس بعدی رو باز میکنه. الان فایل مکس بعدی سریع باز شد و شروع میکنه رندر گرفتن. این هم رندرش رو گرفت. حالا ببینید هر دو تا رندر برای ما سیو شد. دقیقاً با تنظیماتی که ما توی مکسمون برای هر فایل انجام دادیم. امیدوارم این آموزش هم آموزش مفیدی براتون بوده باشه و بتونه توی پروژه‌هاتون مخصوصاً برای بچ رندرها و پروژه‌هایی که چند تا دوربین توی چند تا فایل‌های متفاوت دارن مفید باشه. خسته نباشید.